علی رضی الله خودش میگه محدثتكم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حدیث بخاری بود پیشینگم و ایام. آن چیزی را که ما بیان میکنم از رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ فلان اخر من السماء، اگر ما بیفتم از آسمان، احب الی، خیلی ما دوست دارم، محبوب است برای ما، من ان اکذب علیه، از اینکه ما دروغ بالای رسول الله بگویم. متوجه هستی یا نیستی؟ حدیث وقتی نسبتش به رسول الله میکنی تحقیق بکو که دروغ نگفته باشی. علی رضی الله میگه که ما از آسمان بیفتم، ای را دوست دارم، ولی اینطور نشود نعوذ بالله که نسبت گپ به پیغمبر بکنم و او دروغ باشه. به پیغمبر دروغ نمیگم، این کار نمیکنم. بعد از چی میگه؟ و اذا حدثتكم فيما بيني و بينكم، وقتی گپ است بین خود و بین شما میگم، فإن الحرب خدعة، جنگ فریب است. تو را فریب میدم، مرا فریب میدی، این کار میشه. اما در مورد حدیث پیغمبر این کار نمیکنم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر شنیدم یقول که میفرمود یاتی فی آخر الزمان قوم، در آخر زمان قوم ما حدثاء الاسنان، که یا در چیست سنشان جدید است، یعنی نوبالغاست، تجربه نداره، علم زیاد حاصل نکرده، نوخیز. ما و شما بچهای نوخیز است، سفهاء الاحلام، از نگاه عقل هم قطش نیسته، بسیار بیعقل و احمق هستند. یقولون من قول خیر البریه، گپ از بهترین سخن رسول الله میگه، گپ از حدیث میگه. خو یمرقون من الاسلام، میبره از اسلام، کما یمرق السهم من الرمیه، مثل که تیر از کمان میبره. چرا میبره؟ گپ از حدیث هم میزنه، مطلب حدیث نمیفهمه، فتوای کفری مردم میده، برای مردم مشرک و کافر میگه، خودش مبتلا میشه و میبره از اسلام. چقدر معلومات داری در حدیث؟ چطور جمع میکنی در بین آیت و حدیث؟ یکی از جملهش برای ما میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نمیده ای آیت که آیت کی تفسیر داره، نه قول ابن عباس کی قبول میکنه که اینجا مراد از کفر دون کفر است. قرآن اینطور گفته، مالی گپی قرآن. جناب محترم، تو که اگر این آیت معنایش نفهمی، تصادم در بین آیت میه، در بین دو آیت تصادم میه، نمیتونی گفته. این خطرناک موضوع است، این موضوع بسیار مهم است. میبروی از ایمان میبروی، مثل که اونمو تیر از کمان برآمده، آثار ایمان در وجودت باقی نمیمانه. خبرداری گپی رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که کسی را کافر گفتی، در جمعه پیش گفتم، یکی از این دو نفر سرش گرفتار میشه. بعد از او پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ لا یجاوز ایمانهم تراقیهم، ایمانشان در قلبشان پایین نشده. مراد از این پایین نشدن، علم کافی نداره که تفکیک بکنه که آدم کی کافر میشه. خلاص در ظاهر آیت کسی فیصله نکنه. ملت افغانستان خود کلش کافر است، از وقت کافر است. یکیش به خواهرها و به دخترای خود میراث نداده، حکم به ما انزل الله نکرده. تو خودت 20 دفعه نماز قضا کردی، حکم به ما انزل الله نکردی. میشه کلگی کافر شوه؟ سری خود فتوا میدی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه فاینما لقیتموهم، هر جایی که قتلش رو برو شده، رسول الله میگه فقتلوهم، بکشیشا، فان قتلهم اجر، کشتن از یا اجر است، لمن قتلهم، کسی که یارا میکشه، یوم القیامت، در روز قیامت. حدیث بخاری شریف است. جرأت به فتوا میدی تو؟ یک مسلمان نماز میخوانه، روزه میگیره، زکات میده، تا آلی را نشانه کفری به واح سرش پیدا نکردی، اما تو جناب او را فتوای کفر داده رو ایستی. چرا؟ تذکیره گرفت از حکومت طاغوتی. شما جواز دکانی را نگرفتی، لیسانس موتر که تو جای برای تو اجازه داده شده، به لیسانس بگرد. جواز سیر موتر از کجا گرفتی؟ کلی مردم خیر کافر بگو. هیچ کسی در دنیا یک حکومت به نزد تو مسلمان نیست، کل حکومتای طاغوتی است و کلی مردم هم تذکره داره، هم جواز سیر داره، هم جواز دکان داره، هم پاسپورت داره و هم در حج هم میره. امی حاجا که میره کلش کافر است، نعوذ بالله. سری خود فتوا میدی نمیدی؟ بفهمی که گپا خیلی خطرناک است. یادت باشه که ایمانت مثل که رسول الله گفته، مثل که تیر از کمان میبره، امو رقم از پیشت نبره. متوجه شو.
مفتی خدا جور نکو، دعوتگر خدا جور کو، بازم معجزی به الله بکو، بازم گریان کو که یا الله شاید ما خطا شده بود، باشم اشتباه مرا نفکو، اشتباه مرا بخشش کو. نکوی قدر جرأت هر کس کافر میگی. انشاءالله این موضوع را ادامه میدیم که یک دفعه ایمان چی را میگه وکیل کافر میشه. الله متعال رحم بکنه سری اومد، فتنه ها از هر طرف ظهور کرده، از هر طرف. فقط در جان او مسلمانایی که چنگ به قرآن حدیث میزنه 1000 فتنه برش پیدا میشه و را لکدار و بدنام میسازه. الله بکنه که ما از روی بیداری و عقل خود کار بگیریم، نشوه که ما هم فریفته بعضی گپای جذابی از وا شویم، رنگکدگی از وا شویم. یک برادر برای ما میگه که مولوی صاحب قط یک کسی نشسته بودم تو را گفت کافر، والا دلایلش اینطور دلیل گفت که من عقیده کردم که تو کافر هستی. کدام دلیل گفته برات؟ ما گفتم تو نفر باز بیار که امو دلیل خدا بگویه که ما از پیشش سوال بکنیم که آیت مطلبش میفهمه یا نه، یعنی که محض در پانزه طب خوانده یا در انجینری و کامپیوتر ساینس خوانده فقط آیت از کتاب گرفته و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون امیره گفته و بیچاره ای گپا را نمیفهمه، کفر نمیشناسه که کفر چی است. ما در او سرحد امروزی فتنه رسیده، نشوه که فتنه گسترش پیدا بکنه، سبب منع حرکت واقعی شوه.